بریم ببینیم این سرم نیاسینامید آنوا که این روزا همه ازش صحبت میکنن ارزش خرید داره یا نه. مهمترین ویژگی این سرم از نظر من ترکیب غنی و قویه که داره. 10% نیاسینامید، 4% ترانگزامیک اسید و 2% آربوتین. ممکنه با خودت بپرسی همه اینا که گفتی یعنی چی کار میکنه دقیقا؟ همونطور که همتون میدونین نیاسینامید ترشح چربی پوست رو کنترل میکنه، منافذ باز رو جمع‌تر میکنه، سد دفاعی رو هم قوی میکنه. ترانگزامیک اسید و آربوتین هم لک‌های پوستی رو کم‌رنگ میکنه. یعنی اگه پوستتون چربه، جوش میزنین، لکه جای جوش یا هر نوع لکه دیگه ای دارین، این سرم میتونه به کمکتون بیاد. چون درصد نیاسینامیدش بالاه، ممکنه برای کسایی که پوست خشک و حساس دارن ایجاد حساسیت پوستی بکنه. بهتر به جای این بریم سراغ درصدهای پایین نیاسینامید. اما اگه پوستتون نرمال به سمت چربه و دنبال اینین که یه محصول چند کاره بگیرین، قطعا کمکتون میکنه. نحوه استفاده رو توی کپشن براتون مینویسم.